به نظر می رسد که در سال نو 2018 میلادی لذت لغمان و کباب و کلچه و چپاتی های چایخانه معروف راحت در مرکز دوشنبه تنها در دهان مشتریان باقی خواهد ماند. چایخانه راحت که در مرکز شهر دوشنبه پهلوی تئاتر اکادمی دراموی به نام لاهوتی قصر ریاست جمهوری و نزدیک اتحاد نویسندگان تاجیکستان بنیاد شده است، در گذشته نچندان دور مکانی غذاخوری و استراحت شخصیت‌های بزرگ سیاسی و فرهنگی کشور بود، اما در این چایخانه حرفی در مورد جای خاص برای الیتا وجود نداشت. 50 سال پیش روی این نیمکت ها میرزا ترسونزاده، باقی رحمزاده و دیگر بزرگان تاجیک می نشستند، با هم صحبت میکردند، شاهمات بازی میکردند و هم از طعم غذاهای لذیذ چایخانه راحت بهره مند میشدند. و در اینجا در حقیقت هم حاضر جوابی بود، هم صحبت های خیلی شیرین میشد. نشستگاه های چایخانه راحت برای اکثر هنرمندان تئاتر لاهوتی محیط ایجادی تئاتر و خانه را عوض کرده بود. اگر گویم که نصف صحنه های همون ادیپ مشهور در پس میزی همین چی شده است، کار کرده شده است، خطا نمیکنم. اما اسرار این همه جلب شخصیت های معروف و هم مردم عادی به چایخانه راحت در طعم غذاهای لذیذ آن نهفته است. همه شکوه و شهامت لغمان معروف چایخانه راحت که این چایخانه را در داخل و خارج تاجیکستان معروف کرده است محض از همینجا شروع می شود. در اینجا کریم اکا 50 سال است که برای تاجیکستانیان و مهمانان از خارج آمده لغمان میپزد. کریم اکا به من نیز اجازه داد و اکنون برای میزاجان من لغمانی راحت آماده میکنم. مهمانای خارجی میومدن، بسیار با شوق نگاه میکردن. اینجا نکن طرزی وای لغمان پرتایی من این خمیرش انا بعد این نه این خیلی پزی وای خمیر کردنش وای عجایب وای میشد. هرچند در شهر دوشنبه و گوشه و کنار آن شاگردان آشپزهای مشهور چایخانه راحت دکان‌های لغمان پزی بنیاد کرده بودند، اما هوس میزاجان این چایخانه مشهور از طعم غذاهای آن کم نمیشد. و همین خیال شده بود که چوینک و پیاله در بسیار وضعها نمی رسید و ما بارها دیدیم که مردم برای یک چوینک کشاکش میکنند و بعد جلوکش دست یکی ده میماند و دستش دست دیگه، خودی چوینک به زمین افتاده با یک چوینک کم میشه. سبزعلی حکیموی 72 ساله تقریباً 10 سال اخیر با اختیار خود در پشت میز آشخوری چایخانه راحت نشسته هر روز دوتار می نوازد. مشتریان هم غذا می خورند و هم از نوازش دوتاری او استراحت می کنند. هر نفر با خواهش خود چند پول یا پول غذایش را می دهد. روزگارش از همین مکان سامان می شود. اما خبر تخریب چایخانه راحت در چند مدت نزدیک او را نیز مایوس کرده است و اکنون تصمیم دارد مکان دیگر برای دریافت روزی پیدا کند.